مدل‌های کسری رو کار میکنیم. چیزی که میبینین دو کسر داریم و جواب داریم. x رو باید یابیم. برای این سوال کار کردن اول مخرج رو باید برابر کنیم. یعنی مخرج عمومی 21 میشد، یعنی با یکمش 7 میدیم و با دومش 3 میدیم. بیاین مخرج رو برابر کنیم. وقتی مخرج رو برابر میکنیم قدم به قدم نویسم. 7 رو با قوس x مینوس 2 باید ضرب کنم. جمع بعد 3 رو 5x مینوس 4 در قوس نویسیم. چونکه 7 رو به هر دو ifade باید ضرب کنیم، هم به x هم به مینوس 2. 3 رو هم به 5x هم مینوس 4. بسیاری طلبا خطاگی میکنن یا فقط x رو ضرب میکنن، یعنی 7x مینوس 2 می نویسم. و بعد مخرج عمومی چند می شود؟ مخرج عمومی 21 می شود و این برابر 4. موضوع بینم، یعنی قوس رو وقتی میکشیم چی میشود؟ 7x مینوس 14. یعنی شکل درست همین است. جمع 3 رقم به هر دوش ضرب میکنیم، هم به 5x هم به مینوس 4، یعنی 15x مینوس 12 و مخرج عمومی باز میماند چند میشود؟ مخرج عمومی 21 میماند، عوض نمیشود، برابر 4. صورت رو ساده میکنیم. ifade x رو با خودش و رقم رو با خودش، یعنی 7x هسته و اینجا 15x هسته، مینوس 14 هسته و مینوس 12 هسته. چی میشد؟ 7x و 15x و این به 22x برابر میشد. مینوس 14 و مینوس 12 این به مینوس 26. مخرج با هم میمونه. مخرج ما 12 بخشش 21 برابر 4. بعد این یعنی چی ساده کرده نمیشود، فقط باید ضرب کنیم. ضرب های درون به درون، یعنی 4 رو با 21 باید ضرب کنیم و چیزی که در این طرف در مخرج که ما یگانچه نداریم، مخرج یگانچه نداریم، یک صورت با هم خودش میموند. یعنی ifade ما چی برابر میشود؟ 22x مینوس 26 برابر 4 ضرب 21، یعنی به 84 برابر میشود. بعد مدل چی کار میکنیم؟ x ها در یک طرف، رقم ها در دیگر طرف. 84 مینوس 26 با اون طرف رود، پلوس 26 میشود. 22x برابر میشود به 110 و x از اینجا و چی برابر میشود؟ اگر 110 تقسیم 22 کنیم، این به 5 برابر میشود. یعنی جواب ما به 5 برابر میشود.